سلام. من یک عروسکم. اما نه یک عروسک معمولی. من داخل یک گوی برفی زندگی می کنم. این گوی برفی روی میز کنار پنجره است. دنیای من خیلی کوچک است. فقط من هستم و برف‌های براق. وقتی گوی تکان می‌خورد برف‌ها می‌رقصند. خیلی قشنگ است. از اینجا من همه چیز را می‌بینم. اتاق دختر کوچولو را می‌بینم. اسمش لیلاست. لیلا با اسباب بازی‌هایش بازی می‌کند. من می‌توانم کتاب‌های رنگارنگش را ببینم. می‌توانم نقاشی‌هایش را روی دیوار ببینم. همه چیز از پشت شیشه گوی کمی تار است، اما من می‌دانم چیست. گاهی وقتها لیلا گوی را برمی‌دارد. او به من نگاه می‌کند و لبخند می‌زند. آن وقت من خیلی خوشحال می‌شوم. دوست دارم یک روز از گوی بیرون بیایم. دوست دارم با لیلا بازی کنم. دوست دارم برف‌های واقعی را لمس کنم. شب‌ها وقتی لیلا خواب است من به بیرون نگاه می‌کنم. ماه را می‌بینم. گاهی ستاره‌ها را هم می‌بینم. دنیای بیرون از گوی خیلی بزرگ است. پر از راز و نور است. اما دنیای کوچک من هم زیباست. صبح که می‌شود خورشید به گوی من می‌تابد. برف‌های داخل گوی مثل الماس می‌درخشند. روز جدید شروع می‌شود. من منتظر لیلا می‌مانم. منتظر لبخندش. منتظر دنیایی که از پشت شیشه می‌بینم.